امام شافعی رحمه الله تعالی فرموده است لو ما انزل الله حجة علی خلقه الا هذه السوره لکفتهم. اگر الله برای مخلوقاتش دیگر حجت نازل نمیکرد جز همین سوره عصر آنان را کافی بود. امام شافعی رحمه الله تعالی با این سخن بزرگی سوره عصر را نشان میدهد. چرا؟ زیرا این سوره با چند آیت کوتاه تمام راه نجات را جمع کرد. ایمان را، باور به الله و پیامبرانش و عمل صالح، عملهایی که با ایمان مربوط هستند، قرآن و سنت و توصیه به سوی حق، دعوت و یاریدهی به سوی حق دیگران را و توصیه به سوی صبر، استواری در راه حق، حتی در میانی اگر انسان در آزمایش ها بیفتد. این سوره کوتاه است، راه نجات است، اما منهج کامل مسلمان را میفهماند چگونه خود را انسان نجات بدهد و دیگران را از خسارت و از هلاکت تام. اگر انسان بر این 4 قاعده عمل کنند برای نجات آنها کافی است. امام شافعی رحمه الله تعالی ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی هاشمی قریشی، امام معروف صاحب مذهب چهارگانه، یکی از صاحبان مذهب است، بزرگ است، میشناسیم هممون، که فرموده آن لو ما انزل الله حجة علی خلقه الا هذه السوره لکفتهم. اگر الله برای خلقش هیچ دلیل نازل نمیکرد جز این سوره اصل برای آنها کافی بود. لو ما انزل الله نفی است، انکار کننده است، یعنی گفته است که اگر الله هیچ حجت، برهان و دلیل ناظر نکرده باشد علی خلقه بر خلقش، در اینجا مصدر مفید رو ذکر می نماید، اضافه میکنه علی خلقی به سوی خلقش، معنیش عمومی میگه تمام خلق در بر، تمام انسان در بر میگیرد. الا هذه سوره با وجود کوتاه بودنش، با شدت اختصارش برای آنها کافی بود و در بیان شناخت این 4 مسئله